امروز 31 مای است و من شعله گلخوجه تازه‌ترین خبرگزاری‌ها را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی معرفی میکنم. در برنامه این موضوعها را داریم. بر اثر ترکیش نیرومند در شهر کابل حداقل 80 نفر کشته و بیش از 320 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه سوختار روز سه‌شنبه در بازارهای نویه فرخور صدها تاجر از دکان و مالشان محروم گردیدند. کمیسیون دولتی حجم زیان را حساب میکند. و پدر ابو اسامه نورکی میگوید ترغیبات افراطی پسرش او را در نزد مردم سرخم کرده است. خاک ما هم چون پدر ما گناهکار ما خودمون حس میکنیم روی که پسر ما برنامه را با خبر ترکیش مرگبار در افغانستان شروع میکنیم. وزارت تندرستی افغانستان اعلام کرد که در ترکیش مرگبار صبح 31 مای در شهر کابل حداقل 80 نفر کشته و بیش از 320 تن دیگر زخمی شدند. ترکیش در منطقه رخ داد که قصر ریاست جمهوری افغانستان، دفتر سازمان ملل متحد و چندین سفارتخانه ها در آن واقع می باشند. میز کار خود بودم که یک صدای بسیار بد هیبت آمد و دیگه نفهمیدم. در وقتی که بسر شدم پس دیدم که از زیر میز افتادیم و از جان خود می‌ریخت. بسیار انفجار قوی بود. خسارات اساسی را از این ترکیش سفارت آلمان برداشته است. در همین حال سفیر تاجیکستان در افغانستان میگوید هرچند ترکیش قوی در 1 کیلومتری بینای سفارت رخ داد، به بنا و کارمندان آن آسیب نرساند. در نیمه اول سال 2017 کابل و مناطق گرد و اطراف پایتخت افغانستان شاهد افزایش نظررسی شماره قربانی ها از حمله های مختلف شده است که در آن اکثرا مردم ملکی زیان دیدند. حادثه اخیر در دوره به اصطلاح حمله بهاری طالبان به عمل آمد. در رابطه به حمله کابل صحبت داشتم با قادر حبیب، شورای رادیوی افغانستانی آزاد. ابتدا از او پرسیدم که چگونه مواد ترکنده را به منطقه زیر نظارت گذراندند. این حمله در یکی از تانکرهای فاضلاب که از منطقه فاضلاب را انتقال میداد مواد انفجاری جابجا شده بود که این تانکرها مربوط به شرکت‌های خصوصی میشه و آنها جواز یا اجازه نامه رسمی دارند که از این مناطق اجازه عبور دارند در ساعات روز و حال نیروهای امنیتی را بررسی میکنند که این تانکر مربوط کدام شرکت بوده و چگونه تانسته که قدر مواد به این مقدار زیادی از مواد انفجاری را در این نقطه حساس شهر کابل وارد کنه و در این ساعت پر ازدحام انفجار بده. طوری مشاهده می شود حمله های انتحاری در افغانستان تا رفت گستاخ‌تر می شود. این بار حمله مرگبار در ماه شریفی رمضان صورت گرفت، ماهی که برای مسلمانان مقدس است. این را چگونه می توان شرح داد؟ دقیقاً قسمی که شما در جریان هستین در این هفته اول ماه رمضان این دومین انفجار است. پیش از این در ولایت خوست انفجار شدید رخ داد. حمله انتحاری طالبان، گروه طالبان مسئولیت آن حمله را به عهده گرفتند که شدیداً از طرف مجامع مختلف محکوم شد. نهادهای اسلامی و مدنی و همچنان مردم عام واکنش خیلی تند در ارتباط به این حمله نشان دادند که در ماهی که ماه رحمت و مرحمت به مردم و بر مسلمانان دانسته میشه اینا چگونه این انفجارها و این انتحار را انجام میدن. اما سخنگوی طالبان گفت که در ماه رمضان جهاد که اونا جهاد مینامن امین جنگشان و امین حملاتشان را که عمدتاً ملکیان را تلفات و قربانی میگیره، گفتن که این ثواب از این 2 برابر است که اون هم یک واکنش خیلی منفی از طرف مردم هم در قبال داشت. تاکنون گروه مسئولیت این ترکیش رو برداشت گرفته یا نه؟ تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. تعداد تلفات ملکی ها بلند است و در گذشته هم زمانی که حتی گروه داعش در افغانستان ظهور نکرده بود، زمانی که تلفات ملکی در حملات انتحاری بلند می بود، طالبان سکوت اختیار میکردن و یا رد میکردن دست داشتن در او حمله را. ای بار تا هنوز نه گروه داعش و نه گروه طالبان این مسئولیت حمله را به عهده نگرفتند. فکر میکنید چه راه حل وجود دارد برای کاهش دادن این گونه خشونت ها؟
خب نیروهای امنیتی افغانستان، ما صحبت با وزیر کشور افغانستان، سخنگوی وزارت کشور ساعت قبل داشتیم. اونا میگن که ما از حملات زیاد جلوگیری میکنیم. قرار بود که یک حمله دقایق بعد از این حمله صورت بگیره که اونا از او جلوگیری کردن، اما در موارد هست که نمیتونن جلوگیری کنن. حملات تروریستی غیر قابل جلوگیری است. اما این نمیتونه که یک بهانه برای کمکاری و نبود کادرهای درست در سطوح و رده‌های مختلف نیروهای امنیتی افغانستان ایره قلمداد کرد. تشکر برای صحبت. خاطررسان میشویم که در استودیو با ما قرار داشتند قادر حبیب، شورح رادیوی افغانستانی آزاد. یک بار دیگر سپاسگزارم. شکل کامل این صحبت و گزارش مفصل راجع به ترکیش مرگبار در کابل را میتوانید در سامانه www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید رسیدگی ناقل‌های برقی سبب سوختار در دو بازار مرکزی نویای فرخار ولایت ختلان شده است. بر اثر سوختار شام 30 می تنها در یک بازار 230 دکان مواد خوراکواری و لباس، قسم‌های احتیاطی ماشین‌ها و تجهیزات به کام آتش رفتند. به گفته وزارت امور داخلی شمال سخت باعث رسیدگی ناقل‌های برقی بالای دکان‌های بازار گردید. در حال حاضر کمیسیون ویژه حجم خسارات آتش سوزی را معین میکند. برخی از صاحبان بازار به مقامات وعده دادند که از حساب خود بازار را به طور کامل بازسازی نموده در اختیار فروشنده ها قرار خواهند داد. مقامات تاجیکستان میگویند نفری که با نام ابو اسامه نورکی سخنگوی تاجیک گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی در عراق معرفی می شود، جوانان ناگاه را برای جهاد به کشورهای خارجی دعوت می کند. ابو اسامه نورکی اسم تاجدین نظرов ساکن 30 ساله دهه ازبک لنگر شهر نورک است که مقامات از او خطرناکترین تبلیغگر تاجیک گروه دولت اسلامی نام میبرند. او آخر سال 2014 به این گروه ممنوع پیوسته از طریق شبکه‌های اجتماعی عقیده‌های افراطی را تبلیغ می کند. میرزا نبی خالقزاد به شهر نورک رفت و با پیوندان این جوان صحبت کرد. کس نپرسید رفت دیگه کی میخواد که فرزندش برو. محمد رحیم نظرов پدر 60 ساله تاجدین نظرов یا خود ابو اسامه نورکی میگوید پسرش ماه سپتامبر سال 2014 به روسیه رفت و از آنجا ناپیدا شد. ما ماه مارت 2015 خبر شدیم. ما را ساختارهای قدرتی خبر دادن که باشتون در دولت سوریه. ما در حیرت ماندیم که چی رفته دولت سوریه. وقتی چیزای نظامیش او چیزاش ما بردن شون دادن راستی گپ وقتی سخنش در اون چیزا تماشا که نتونستم چیکارم گفتم مرا نماند چی نکنین که برای دولت بلند میشه. چی سخنا بود اونجا چی بود؟ خیلی سخنای همین دعوت بعضی دعوتای خیلی چی داره. یک کارای گپای ناسزا. پدر ابو اسامه نارکی سابقه 30 ساله کار در نیروگاه برقی آبی نارک را دارد و این میگوید 6 فرزند را با رنج بزرگ کرده است. در پیوستن پسرش به دیش خود را گناهکار میداند. میگو که من همین گسود کار بمون. راستی که من گس نارک دا کار میکردم. یا 30 سال گس نارک کار یا بار دو بار رفتم مقصد یک بچه ما بگیرن همینجا. ما همین بردنی بودم گس نارک هم گس نارک دا کار کنم. خیلی ما هم چون پدر ما گناهکار ما خمون حس میکنیم روی که پسری ما یخ وقتی ساختارهای قدرتی که میان ما خمون گناهکار است چیکار کنیم دیگه که دست ما چی می دیگه. محمد رحیم میگوید پسرش زمان اخیر مذهبی شده بود ولی او هیچگاه فکر نمیکرد که این او را به داعش میبرد. بعضی خشت رو ایما رو گرداندن همه طرفی بگیم اویلم ای طرفی خما رو گرداندن که چیکار کردی فرزندش مقصد در بسیار رو گرداندن. روز دیگه مردم هم احتمال خیلی دیگه چیزاشون هم دیگه خیلی شد. او در یک جایی هست که من نرفته گوش آورده نتون مورا هیچ کس اونجا درآمده نمیتونه. اونجا من میدونم که تمامی بمب تمامی دولت اونجا بمب میفرن تمام چیزا او را من میگم که زنده هست یا نیست همه خیلی ممکن که جوانان ما ساکن قادیرو و رئیس محله که آنجا تاجدین زندگی میکرد میگوید حالا میان جوانان پیوسته تبلیغ میبرند تا به دام هم محله شان نافتند. از وقتی که
همین خبر ناخوش در اویله آنها شنیده شده است. پدر مادر وی بیمار است. از شهر نارک که در 80 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد به گفته مقامات نزدیک 30 نفر به گروه‌های تندرو پیوستند. اکثر آنها از جماعت پل سنگین و اطراف آن هستند. به گفته مقامات زیر تاثیر انس و ابو اسامه نارکی به این راه رفتند، راهی که حالا ابو اسامه نارکی تلاش دارد تا آن را به سمت افغانستان برد، تلاشی که به گفته مقامات ناموفق است. سبب افزون بودن شمار جوانان شامل به گروه‌های تندرو از این جماعت را مقامات به این مربوط می‌دانند که امیسرهای تاثیرگذار این گروه‌ها از این جماعت بودند. فقط انوشیروان عظیموف ساکن جماعت پل سنگین که با لقب انس معلوم است زیاد از 100 نفر جوانان را شامل گروه‌های تندرو کرده است. برنامه را ادامه میدیم. دوم با این طرف ونزوئلا با بحران شدید مواجه شده است و وزیر قطاوار اقتصادی صدها هزار نفر را به خیابان‌ها برآورد. در برخوردهای اعتراضگران با نیروهای پرزیدنت نیکولاس مادورو دست کم 55 نفر هلاک شده، صدها نفر جراحت برداشتند. ساجیده میرزا موضوع را پیگیری کرد. ونزوئلا با بحران عمیق روبرو شده است. اعتراضها دو ماه به این سو ادامه دارند. ناآرامی از کجا منشأ می‌گیرد؟ ظاهراً از ناکامی اقتصادی. ونزوئلا شدیداً پایبند درآمد از صادرات نفت است. پایین روی نرخ مواد سوخت اکثر برنامه‌های اجتماعی این کشور را به هم زد. شفاخانه‌ها امکان دریافت دوا ندارند. بسیاری‌ها حتی غذای سری نمی‌خورند. سیاست‌های نادرست ما را اذیت می‌دهند. مردم در کوچه‌ها می‌میرند. مردم در میان اخلاط غذا می‌جویند. شغل هم نیست. مردم بیکار مانده پول در دست ندارند. مخالفان پرزیدنت ونزوئلا نیکولاس مادورو میگویند که او در فکر بنیاد دیکتاتور است. پرزیدنت ونزوئلا سعی دارد مجمع مردمی تشکیل کند و آن را از صلاحیت تغییر قانون اساسی برخوردار نماید. حکومت مادورو رهبر مخالفین انریکه کاپریلس را از اشغال کرسی‌های دولتی محروم کرده است. آخری ماه‌های مارس دادگاه عالی صلاحیت پارلمان را لغو کرد ولی زود از این اقدام دست کشید. با گسترش اعتراضها حکومت مادورو گارد ملی را به کوچه برآورد. دادستان کل ونزوئلا میگوید که حکومت به استفاده از حد زیاد نیرو راه داد. El día de hoy 55 personas fallecidas. تا حال 55 کس کشته شده است، 52 فرد ملکی، 2 افسر پلیس و 1 نظامی. ما جراحت کمش 1000 نفر را به قید گرفته ایم. Asimismo hemos registrado un total hoy 1000 personas lesionadas. شماره ضرر دیدگان افزایش می‌یابد. اعتراضگران می‌خواهند امسال انتخابات برگزار شود و علامتی نیست که آنها از این طلب خود دست بکشند. برمیگردیم به تاجیکستان. این شب روز در تاجیکستان مشق‌های نظامی ضد ترور جریان میگیرد و بعضا ساکنان پایتخت را به حیرت می‌آورد. در یک تمرین نظامی امروز نیروهای قدرتی تاجیکستان در زیر نظر ناظران بین‌المللی آزاد نمودن تلویزیون مرکزی را از تروریستان احتمالی به نمایش گذاشتند. مقامات قدرتی تاجیکستان در شهر دوشنبه بینای تلویزیون و رادیو را از تروریستی که آن را غصب نموده و کارمندان را گروگان گرفته بود آزاد کردند. صبح 31 می بیش از 20 ماشین زره‌پوش و کمک رسان اطراف بینای تاجیک فیلم و بینای تلویزیون تاجیکستان را احاطه کرده تروریست شرطی را محو و گروگان ها را رها نمودند. در این عملیات ساختارهای کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت امور داخلی و کمیته حالتهای فوق‌العاده اشتراک کردند. جریان برگزاری عملیات را نمایندگان ساختارهای ضد تروریستی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سازمان همکاری‌های شانگهای نظارت کردند. گفته می شود این ادامه عملیات ضد تروریستی است که با شرکت وسیع نیروهای مسلح کشورهای همسود در تاجیکستان ادامه دارد. و شمسی حسن علی شوی و یک زن توجیک از اسارت کردیانداش در عربستان سعودی رها شد. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید فعلا سفارت کشور در ریاض برای او شرایط زیست را فراهم کرده است و مسئله بازپس فرستادنش به تاجیکستان بررسی می شود. و اخبار گزارشی از این بیشتر را در وبسایت www.azadi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر که ما را همراهی کردید و تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.